برای اینکه ما بتونیم اسناد رو به ترتیب تاریخ مرتب کنیم یا فاکتورها رو به ترتیب تاریخ مرتب کنیم، ابتدا بایستی تو اون سال مالی مورد نظرمون بریم که برای من اینجا سال مالی من 1400. از منوی سیستم، از منوی امکانات، تنظیمات و به اصطلاح مرتب سازی شماره فاکتور و اسناد. اگر قرار باشه فاکتور رو مرتب کنم، میام شما اول نوع فاکتور رو مشخص میکنم و این دکمه رو میزنم، میگه میخوای مرتب سازی به صورت بگیره به ترتیب تاریخ، میگم آره، و اینجا به من میگه نه تا فاکتور به اصطلاح مرتب شده. اسنادم به همین صورت اگر بزنم، این یه خورده صبر کنیم شروع میکنه به مرتب سازی اسناد به ترتیب تاریخ.